اگه نمیدونی که قیمت میخواد از کجا برگرده و نمیدونی که میخواد به حرکتش ادامه بده یا نه، بیا که توی 3 مرحله کامل یادت بدم. مرحله اول تشخیص روند کلی بازار، توی این مثال سعودیه. مرحله دوم مشاهده ساختار بازار. ما باید شکست ساختار رو ببینیم. همونطور که میبینید شکست ساختار به سمت بالاتر ادامه داره. سپس اینجا یک اصلاح داریم، مجدد یک شکست ساختار دیگه، مجدد دوباره اصلاح، اما این بار قیمت نمیتونه بالای سقف قبلی با بدن بسته بشه و کندل های بعدی هم با سایه بسته میشن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ قدم سوم ما باید دنبال نقطه ورود در تایم فریم بالاتر باشیم که در این مثال قیمت نتونسته بالاتر بره، چون با برخورد به یک اوردر بلاک واکنش خوبی داشته و حالا قیمت پایین میاد و با برگشت به محدوده پرایس اکشنی وارد معامله فروش میشیم. کانسپتایی از مارکت رو بهت آموزش میدم که هر جایی نمیتونی پیداش کنی. پس تا گمم نکردی فالوم کن، ممنون میشم ویدیو رو هم لایک کنی و برای دوستاتم بفرستی.